Hello, my friends, and welcome back. How are you doing today? Hope you're doing great. In this video, we continue our lesson. As you know, English with writing. Yes, we make sentences in this video. Okay, let me speak Tajik. خب سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب در این درس ادامه بدیم درس خود را، یعنی انگلیسی با نوشت را. خب عذر که کمی ویدیو دیرتر میشود از سببی که درسمون کارمون زیاد است و هر وقتی به کار شدیم حتما ویدیو رو زیاد میکنیم. خب the first sentence is صبح بخیر به همه. Okay, let's translate this. صبح بخیر به همه. Okay. خب در زبان انگلیسی بخیر بدن یا یک چیز خوب را مثلا good میگن. Good morning everyone. Good morning everyone. صبح بخیر به همه. Good morning everyone. یعنی که شما میتونید بگین که everybody good morning. یعنی everybody پیش میاد good morning بعد از everybody ببینید چه برا. Everybody good morning. هر دو شما میتونید چی استفاده کنید. Good morning everyone یعنی که everybody good morning. خب وای آدم باید زیاد خواند. اگر بگیم در یک باره یک شخصی که ما صحبت کرده و بگیم که وای باید بسیار بخواند چه میگیم؟ یعنی وای لازم دارد که بسیار بخواند. وای آدم باید زیاد خواند. خب وای مثلا اگر دختر باشد she یا اینکه پسر باشد he. she یا اینکه he. خب اگر دختر بگیم she needs to read more. Yes? She needs to read more. یا اینکه he needs to read more اگر پسر باشد. خب نگاه کن به من. اگر به یک شخص بگیم نگاه کن به من look at me. نگاه کن به من. در اینجا بعد من میشه. یا وقت میگن که نگاه کن به من یعنی نگاه کن مرا، یا یک وقت گروهی میگه مثلا گوش کن مرا look at me. مثلا look at me. خب چهارم مثال دیگر وای دستش را در زیر آبی روان داشت. یعنی قپید دستش را. وای she kept دوستان زمانی گذشتهش است. یعنی وای دستش را در زیر آبی روان داشت. یعنی هم آبایی که مثال از کراینینگ میگیم مثلا آبها میریزد همون مثلا دستش را داشت میگیم. she kept یعنی زمانی گذشته خودش بیزی فعلی ما یعنی که وربی ما keep هستن. keep در زمان گذشته kept می شود. she kept دستانش را یعنی وای دستش را در زیر آب روان داشتن یا دستان بگیم اگر she kept her hand under the running water. She kept her hand under the running water میگن شما انگلیسی ها ار چی نمیکنن تلفظ امریکن ها ار میگن water یعنی که water. خب وای دستش رو داشت در زیر آبی روان. she kept her hands under the running water. kept هم بدونیم یعنی داشتن قپیدن میشود. من به اون میگویم که به شما زنگ زد هنگامی که به خانه آمد. من با اون میگویم یعنی زمانی آینده است از خود همین جمله. I will میدونیم که در زمانی آینده کردنی عباره یا که جمله خود ما از will استفاده میکنیم. will I will با اون میگویم I will tell him to call you که با تو زنگ زنه to call you. I will tell him to call you هنگامی که به خانه آمد. هنگامی که چه when he comes home. I will tell him to call you when he comes home. شش مثال ما همین که مادرم اجازه داد من می آیم. یعنی که هر چی زود مادرم اجازتم داد من چی می آیم. اگر با یک نفر بگیم چی مثال من می آیم هم زمانی آینده است. یعنی I will come همین که بگم اگر as soon
as my mother allowed me. allows دوستان اجازت دادن می شود. allow خودش اجازت دادن می شود. این اسش ای شخصی سومی ما می شود، یعنی مادر شخص سومی ما است. فعل ما اسم میگردن بعدش. I will come as soon as my mother allows me. Okay. I will come as soon as my mother allows me. در اینجا اگر دوستان یک چیز دیگر موقع شما میتوانید بگیم که I will come as soon as my mother allows یا اینکه lets me. lets هم برای اجازه دادن میشه. lets me. I will come as soon as my mother lets me. اینجا مادرش هم میتونه mom استفاده کنید. مثال mom. من توصیه میدم که اگر بیشتر انگلیسی را خوبتر دارید mom بگین، دیگر هیچ چیزی نداره. I will come as soon as my mom allows me. یعنی lets me. من در اینجا سلش ماندگیم دوستان میتونید یک تعمیر استفاده کنید، یا که ازش یا که ازش یا که ازش یا که ازش. اگر معلمه اجازه دهد ما همگی خانه میرویم. اگر میدونید که دوستان if میشود. if خودش اگر میشه، یعنی اصلاحیه برای اگر معلمه اجازه دهد. if the teacher allows us we all یک ورگل بیاد. If the teacher allows us, we all go home. If the teacher allows us, we all go home. اگر معلم اجازه دهد ما همگی خانه می رویم. خب بیاید اینش رو. وقتی که من فرزنددار شوم، من آنها رو دوست می دارم بیشتر از والدانم که من رو دوست داشته بودند. میگم من اگر فرزنددار شده باشم، من اگر فرزنددار شوم یعنی زمان آینده ده، من ویها رو زیادتر دوست می‌دارم از والدانم که من رو دوست داشته بودن. یعنی من از والدانم که من رو دوست داشته بودن من زیادتر دوست می‌دارم فرزندانم رو. خب اکنون ترجمهش می‌کنیم. وقتی که من فرزنددار شوم، وقتی که زمانی که مثلا که ما دیدیم در بالا when میشوند. when I have children. خب وقتی که من فرزنددار شوم when I have children من آنها رو دوست می‌دارم بیشتر از والدانم که من رو دوست داشته بودند. یعنی من دوست می‌دارم آنها رو از فرزنددار نیستی یعنی آینده در گردشید من دوستشون می‌دارم. این زمان آینده میشد I will من دوست می‌دارم آنها رو I will love them یعنی فرزندانم یک چند فرزندم رو یعنی همشون رو them یعنی چی از بگیم دوستان اگر مثلا میگه که they آنها میشود آنها رو اگر بگیم چی them یعنی فرزنداش they میشود فرزندایش رو them میشود. برای من در اینجا از them استفاده میکنیم که اینها رو در یک وقت به کارشیم که قصد کردیم که گراماتیک رو با شما آموزانیم بعد میآموزیمش. When I have children I will love them more than my parents loved me یعنی زمانی گذشته ده میشود. میگه when I have children I will love them more than my parents loved me. وقتی که من فرزنددار شوم من آنها رو دوست می‌دارم بیشتر از والدانم که من را دوست داشته بودند. خب دوستان اگر سوالی باشد در زیر کامنتاری به ما حتما دهید. به من زنگ زن اگر که وی بیاید. Call me if گفتم. به من زنگ زن اگر که وی بیاید. Call me if she comes. Okay? Call me if she comes. کال دوستان بعضا وقت یعنی بعد خیلی استفاده میشه. یه وقت زنگ زدن میشود با تلفن، یه وقت دیگر مرا صدا بکن یعنی فریاد بکن. اگر که اومد مرا فریاد بکن. فهمم؟ Call me if she comes یعنی صدا کن مرا یا اینکه زنگ بزن مرا وقتی که وی بیاید. یعنی داخل میتونیم استفادهش کنیم. خب دهمی ما وقتی که وی درباره من از تو پرسید گوی که من در خانه نیستم. وقتی که وی درباره من از تو پرسید when she asks you about me tell her that I am not at home. Okay? When she asks you about me
tell her that I am not at home. خب 11 مثال ما. خب دیگه دوستان در اینجا when زمانی که she و دختر ask پرسید برای که s به خاطری که فعل ما است در شخص سوم s میگیرد میگه when she asks you وقتی که او از تو پرسید درباره من about me بگو را یعنی با او بگو tell her that I am not at home که من در خونه نیستم. درتر وای در این باره از من پرسید. late دوستان خودش در میشه درتر که بگیم later she asked زمانی گذشته she asked me about it یعنی که about this. خب تو چقدر این رو میخوری؟ how do you eat this تو چقدر این رو میخوری؟ how do you eat this. خب در کجای تو حاضر؟ اگر کسی بگیم where are you now. okay where are you now تو چه خوانده شده ای؟ what چی می شود؟ what یعنی زمانی حاضر در عمل دهی یعنی در حال عملی. what are you reading what are you reading تو چی خوانده شده ای؟ what are you reading. شما کیستید اگر بگیم برای یک نفری نمیشناسیشن مثلا یعنی خانه در میاد تق تق میکن در خانه میگوی تو کیستی؟ who are you شما کیستید یعنی که تو کیستی. خب دوستان این بود درسی ما. امیدوارم که یکم چیز خوب از خود کرده باشید و اگر یکم سوالی بود یکم نفهمیه حتما در زیر کامنتر برای ما نویسید حتما جواب میدیم. خب یه بار دیگه صبح بخیر. good morning everyone. و آدم باید زیاد خواند یعنی he needs to read more. look at me. she kept her hand under the running water. I will tell him to call you when he comes home. I will come as soon as my mother allows me. خب if the teacher allows us we all go home. when I have children I will love them more than my parents loved me. call me if she comes. when she asks you about me tell her that I am not at home. later she asked me about this. how do you eat this? where are you now? what are you reading? who are you? اوکی دوستان خب تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.